بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، در ابتدا به خدمت شما امتیان با وفای رسول الله، بندگان مخلصی الله جل جلاله، میلادی با سعادت منجی عالم بشریت را، فخری موجودات را، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای کافه امت مسلمه، خصوصا برای شما دعوتگران الله، پیروان قرآن و سنت، تبریک و تهنیت عرض می دارم. چنانچه الله جل جلاله می فرماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. عزیزانم، در اطاعت و پیروی و در حقوق و زنده داشتن سنت پیامبر محبوب کوتاهی نکنین. از سر و جان قلبا رسول علیه السلام را دوست داشته باشیم.